به نام خدا. سلام علیکم خدمت شما دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه، سلامت تندرست باشید انشالله. با جلسه ششم از فیزیک 1 در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. جلسات گذشته مباحث رو گفتیم و رسیدیم به ویژگی حرکت با سرعت ثابت. بچه‌ها یه دسته‌بندی کنیم تا الان ما چی گفتیم. ویژگی کلی حرکت رو گفتیم توی حرکت سرعت چجوری به دست میاد، سرعت متوسط، جابجایی به زمان، تندی چجوری به دست میومد، مسافت این کلی ها بچه اصلا فارغ از نوع حرکت هر شکلی که میخواد باشه، تندی و سرعت این شکلی به دست میاد. شتاب چجوری به دست میومد، تغییرات سرعت به تغییرات زمان، یعنی اصلا با نوع حرکت کاری نداریم. بعد گفتیم که اگه حرکتمون شتاب داشته باشه میتونه کندشونده بشه یا تندشونده. حالا بچه‌ها ما میایم حرکت رو به دو دسته کلی تقسیم میکنیم، حرکتی که سرعتمون ثابت باشه یا حرکتی که شتابمون ثابت باشه. حالا بریم سراغ حرکت با سرعت ثابت، ببینیم وقتی سرعتمون ثابته چه اتفاقی رخ میده. بچه‌ها ببینید حرکت سرعت ثابت نمودار مکان زمانش این شکلی میشه، یعنی ما داریم با یه سرعت ثابتی حرکت میکنیم. بچه سرعتمون ثابته، یعنی متحرک من از یه x0 شروع میکنه به حرکت، در لحظه t میرسونه خودش رو به x، سرعتش ثابته. بچه تو نمودار مکان زمان 1000 بار گفتیم اگه نمودارمون خط بود یعنی سرعتمون ثابت، یعنی شیب این خط من همون وی منه، وی اوریج منه. بعد چون این خطه وی اوریج با وی لحظه‌ای من برابره بچه‌ها. اوکی بچه‌ها، پس این اولین نکته است. پس حرکت با سرعت چه ویژگی داره؟ ساده ترین و ابتدایی ترین نوع حرکت، سرعت لحظه‌ای با سرعت متوسط برابره و در نهایت شتاب هم صفره. بچه‌ها ما اینجا اصلا شتابی نداریم، حواسمون به این نکته باید باشه بچه‌ها، اینو خیلی مهمه. پس این نکات رو ببینیم، همون چیزایی که گفتیم. حالا یه نکته خیلی خیلی مهم بچه‌ها، ما توی حرکت معادله حرکت رو باید به دست بیاریم. یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی ما بتونیم تشخیص بدیم الان این در لحظه تی ایکس 10 ثانیه بعد کجاست، 100 ثانیه بعد کجاست، بتونیم یه معادله بنویسیم براش. بچه‌ها این مگه یه خط نیست؟ خب ما میتونیم معادله خط رو براش بنویسیم دیگه. معادله خط تو ریاضیاتونه چجوری بود؟ اونجا محور وای و x داشتیم دیگه، اینجا حالا x و t داریم. محور عمودی x مساویه شیب خط چیه بچه؟ سرعت. شیب ضرب در اونجا یادتونه چی میگفتیم شیب ضرب در این تیه دیگه، شیب ضرب در تی به اضافه عرض از مبدأ. عرض از مبدأ چیه؟ x0. خلاص همینی که اینجا داریم. پس چی شد بچه؟ پس معادله حرکت ما با سرعت ثابت معادله یه خطه که این خط چجوری به دست میاد؟ x مساوی vt که همون سرعت ثابت و لحظه ماست به اضافه x0. توی این معادله ما چیا رو نیاز داریم جایگذاری کنیم؟ باید سرعت رو به دست بیاریم بذاریم با x0. خلاص، یعنی اگه به ما گفتم معادله حرکت در سرعت ثابت رو بنویس یا معادله مکان زمان رو بنویس، چی نیاز داریم؟ یه سرعت نیاز داریم با یه مکان اولی. اگه این دوتا رو داشته باشیم خیلی راحت میتونیم معادله مکان رو بنویسیم. اوکی بچه‌ها، حالا تو این حالت تو سرعت ثابت نمودار سرعت زمان چه شکلی میشه بچه‌ها؟ وی تیش، ببین اینجا رسم کنیم، این وی، اینم تی، این تی، این وی باشه. خب این وی تی ما سرعت ثابت نیست مگه؟ تمام شد. به همین راحتی سرعت ثابت دیاله، یا وی مثبت یا منفی. اگه رو به بالا باشه مثبت میشه، اگه ایکس ما اینطوری رو به پایین باشه این شکلی میشه. خلاص به همین راحتی بچه ها. پس تو حرکت با سرعت ثابت ما کلا یه دونه فرمول داریم، فرمول ما اینه بچه ها، معادله حرکت. و خلاص بریم مثالش رو حل کنیم. خب بچه هم یه شکل مقابل نمودار مکان زمان دو متحرک آبی رو نشون میده. سرعت دو متحرک رو پیدا کنید، معادله حرکت هر کدومشون هم رسم کنید، بنویسید و نمودار سرعت زمانشون هم هر چی که میشد و دادیم دیگه. میبینید بچه ها مثالامون کامل و جامع هستش، یعنی هیچ کمبودی نداره تو مثالامون. خب ببین این متحرک A، این متحرک B، بیایم خودمون تحلیل کنیم. متحرک A از نقطه 0 شروع کرده حرکتشو، در عرض 4 ثانیه خودش رو رسونده به 8. اوکی بچه ها. متحرک B
از 12 شروع کرده حرکتش رو، در عرض 4 ثانیه خودش رو رسونده به 24 متری. اوکی، هر جفتشون خطن، پس حرکتمون سرعت ثابته دیگه. ببین بچه تو سوالا ما باید بتونیم تشخیص بدیم که حرکتمون سرعت ثابته یا شتاب ثابته. این خیلی مهمه. از کجا میفهمیم سرعت ثابته؟ اگه مکان زمانش خط بود سرعت ثابته، اگه سرعت زمانش هم یه خط افقی بود باز میگیم سرعت ثابته. خب بچه الان اینجا میخوام یه نکته خیلی سریع بگم که سرعت رو سریع بدون اینکه دست به قلم بشیم به دست بیاریم. اگه از مبدأ شروع شده بود بچه، اگه از مبدأ شروع شده بود اینو تقسیم برای این میکنیم، سرعت رو به ما میده. خیلی راحت. ببین الان این مگه از مبدأ شروع نشده؟ 8/2 این میشه سرعت ما. حالا یه روش دیگه بچه، ببینید توی 4 ثانیه 8 متر رو رفته. تعریف سرعت چی بود؟ مفهومش اون جلسه اول گفتیم یعنی توی 1 ثانیه چقدر میره جلو. وقتی تو 4 ثانیه 8 متر رفته جلو، توی 1 ثانیه 2 متر میره دیگه. ببین یعنی الان تو ثانیه 1 موقعیتش 2 متریه. میبینید بچه‌ها خودمون تشخیص میدیم. تو ثانیه 2 4 متریه. میبینید خیلی عالی و حرفه‌ای. تو ثانیه 3 توی 6 متریه و 4/8 تموم شد و رفت. حالا برای بی هم همین شکلیه بچه‌ها. این بچه‌ها تستی بود آخه الان تشریحش رو حل میکنیم اینجا. برای بی چی بچه‌ها؟ برای بی هم دوباره میایم این ارتفاع رو میخوایم سرعت رو به دست بیاریم. این ارتفاع چقدره؟ 12 تقسیم بر 4 3 و تمام. سرعت شد 3. بریم حالا تشریح به دست بیاریم. برای آ که با رنگ زرد مشخص شده وی میشه دلتا ایکس به دلتا تی. 2 تا نقطه نیاز داریم برای به دست آوردن وی. این نقطه و این نقطه. اوکی. خب اینجا ایکسش چنده؟ 8. تیش چنده؟ 4. حالا این نقطه همه چیش صفر دیگه. 0 2 همون دویی که گفتیم 2 متر بر ثانیه. بریم بر بعدی. خب این بچه معادله حرکته. معادله حرکتش هم به دست بیاریم بعد بریم بعدی دیگه. خب معادله حرکت چی بود بچه؟ گفتیم x مساوی vt به اضافه xf. من میخوام معادله حرکت اینو بنویسم. گفتیم v رو نیاز داریم با x. v شد چند؟ 2. xf چند؟ نقطه شروع 0. تمام شد. پس x مساوی 2t. این معادله حرکت ماست. خلاص به همین راحتی. بریم برای متحرک b. 3 به دست آورده بودیم دیگه خودمون. v دلتا x به دلتا t. 24 منهای 12 این اختلاف. تایممون هم که 4 منهای 0. 3 معادله مکان v چنده؟ 3. x صفرش چنده؟ 12. 3t به اضافه 12 و تمام. نمودار سرعت زمان بچه ها vt. قبل اینکه انیمیشن بیاد خودمون سریع رسم کنیم اینجا. vt سرعت a چند شد؟ 2. سرعت b چند شد؟ 3. خلاص به همین راحتی. اینو من پاک کنم. میبینید بچه ها چقدر شیک و حرفه‌ای. خیلی راحت. خیلی راحت ها. بچه الان یه نکته جذاب رو اینجا داشته باشیم. یادتونه گفتیم تو نمودار سرعت زمان این مساحت جابجایی رو برای ما مشخص میکنه. الان مساحت این چقدره؟ 8 تا. چقدر جابجا شده بود؟ 8 متر. اوکیه؟ حالا برای این شکل بزرگه. اینجاست مساحت. مساحت چی؟ 4 تا 12. چقدر جابجا شده؟ از 12 رفته 24. 12 تا جابجا شده دیگه. خیلی جذابه. مثال بعدی. میگه که بچه ها اگه معادله حرکت یک متحرک، بچه ها همه این سوالا کنکوری هن وحشتناک و تو امتحان نهایی هم میاد ولی سخت نیستن، همه رو حل میکنیم. اگر معادله حرکت یک متحرک، ببین بچه ها معادله حرکت رو داده به ما، اینجا هم اینو داده به ما. خب اصلا قبل اینکه ادامه بدیم اینجا بیا اطلاعات استخراج شو. این چیه؟ ضریب تی سرعت منه، پس وی من -2. این چیه؟ x صفر منه. تمام. اینجا این وی من 3، x صفر منم 3. خلاص. باشد اگر این دو متحرک در لحظه صفر یعنی با هم، ببین همزمان شروع به حرکت کنن، ببین این تو موقعیت 5 وایستاده، خب این هم تو موقعیت 3 وایستاده. اوکی، یه فاصله 2 متری از هم دارن.
ولی با هم همزمان، با اینکه 2 متر هستن فاصله همزمان شروع به حرکت میکنن، در چه لحظه‌ای به هم میرسن؟ از کجا میفهمیم مثلا به هم میرسن؟ این سرعتش منفیه، این سرعتش مثبته. ببین بچه‌ها اینجا رو ببینید، اگه ایکس تی هاشون رو بخوایم رسم کنیم، این اگه آ باشه تو نقطه 5 باشه، تو نقطه 5 باشه سرعت منفیه، یعنی رو به پایین میشه خطش این شکلی. اوکی، این از نقطه 3 شروع میکنه اینجا، این 3 وی مثبته یعنی رو به بالا. میبینید یه جا به هم میخورن، اینجا اونجاییه که به هم میرسن. این زمان از ما میخواد، این تی از ما میخواد. هر موقع تو سوالا گفته بود لحظه ای رو به دست بیارید که به هم میرسن، فراوون داریم ما تو تستا بچه‌ها. اینو میایم ایکس هاشون رو با هم مساوی میذاریم. پس ایکس آ مساوی ایکس بی، ایکس ها رو داریم دیگه، خیلی راحت. دو تا معادله، یه معادله است دیگه، منفی 2t به اضافه 5 مساوی 3t به اضافه 3. یه معادله خیلی راحت حل میکنیم. 5t مساوی 2، t مساوی 2/5. بچه‌ها یه محاسبات ریاضی، هر موقع خواستیم تقسیم بر 5 کنیم صورت رو 2 برابر میکنیم میشه 4، یه رقم ممیز میذاریم 14. خلاص، به همین راحت، به همین سرعت. بریم مثال بعدی. 2 اتومبیل آبی از یک مکان و همزمان در یک جهت به ترتیب، بچه‌ها این مهمه، به ترتیب با سرعت‌های ثابت. ببین گفته سرعت ثابته، خودش اعتراف کرده. این وی آ منه به ترتیب، وقتی میگه حواسمون هست. این سی هم وی، خیلی بد نوشتم، این 30 متر بر ثانیه هم وی بی منه. اوکی بچه ها، به حرکت در میان. پس از چند ثانیه فاصله 2 اتومبیل به 360 متر میرسد. خب یکم جالب شد بچه ها سوال. میگه این دوتا دارن حرکت میکنن، نگفته مکان اولیشون کجاست، ولی گفته از یک مکان. بچه ها از یک مکان یعنی چی؟ یعنی ایکس صفراشون با هم مساویه. بچه ها ایکس صفراشون با هم مساویه، یعنی ایکس صفر آ مساوی ایکس صفر بیه. اوکی بچه ها، وقتی تو سوالا بچه ها میگه پس از چند ثانیه فاصله میده، فاصله همیشه اختلاف اون دوتا ایکس هست بچه ها. اینا نکات مهمی هست. پس وقتی گفت فاصله ایکس ها رو از هم کم میکنیم داخل قدر مطلق. چرا قدر مطلق؟ چون فرق نمیکنه اینو هم منهای کنی یا اینو منهای کنی، چون فاصله است. فاصله منفی به دست نمیاد که هیچ موقع، فاصله مثبت همواره. به خاطر همین همیشه میذاریمش تو قدر مطلق. اوکی، پس فرقی هم نمیکنه این منهای یا این منهای، مهم نیست. مساوی 360، خودش گفته 360 باشه. شروع میکنیم. ایکس آ و ایکس بی رو می نویسیم. بچه ها ایکس آ چی میشه؟ فرمول حرکت این بود دیگه، ایکس مساوی وی تی به اضافه ایکس صفر. وی رو مگه نداده به ما؟ ایکس صفر رو نداده، اشکال نداره، همونطوری میذاریم بمونه. خب ایکس آ میشه 20 تی به اضافه ایکس صفر رو که نمیدونیم چیه. اوکی، ایکس بی چی میشه بچه ها؟ میشه سی تی به اضافه ایکس صفر بی که نمیدونیم چیه. این دوتا رو میاریم میندازیم داخل این معادله، ببینیم چی در میاد از توش. ایکس آ 20 تی به اضافه ایکس صفر منهای ایکس بی، پرانتز رو با میکنیم، سی تی منهای ایکس. ببین بچه این منفی میاد به جفت اینا ضرب میشه، این میشه منفی، این هم میشه منفی. این منفی، ببین مگه با هم مساوی نبودن ایکس صفر؟ اینا همن دیگه، خط میخوره، تمام شد. 20 تی منهای سی تی میشه 10 تی، درسته؟ منفی 10 تی، قدر مطلق منفیشو میخوره. 10 تی مساوی 360، تی مساوی 36 ثانیه و خلاص. به همین راحتی. بریم سوال بعدی، سوال طولانی، فکر کنم مثال آخرمون هم باشه. خب بچه‌م یه نمودار مکان زمان دوچرخه سوارای آبی، این آ این بی، مطابق شکل روبرو مکان زمان داده. بچه‌ها ببین مکان زمانش خط راسته، بس میفهمیم که سرعت ثابته دیگه. اول گفتیم تشخیص نوع حرکت، اگه تو مکان زمان خط بود میشه سرعت ثابت. خلاص، سرعت هر کدوم رو به دست آورد. وی شو میخواد، ویو مثل آب خوردن به دست میاریم. گفتیم چجوری به دست میاریم؟ اول سریع بریم بعد بیایم تشریح حل کنیم. وی یا بیو میخوایم به دست برم. خب گفتیم میایم این ارتفاع رو، دو تا نقطه رو انتخاب میکنیم دیگه، این نقطه و این نقطه. اوکی، میایم این ارتفاع رو تقسیم بر این ارتفاع میکنیم. 20 دوم 10، علامتش چی؟ مثبت، رو به بالا میره. پس وی بی میشه 10، به همین راحتی. وی آ چی بچه ها؟ دو نقطه اینجا
اینجا. کدوم دو نقطه رو بچه انتخاب میکنیم؟ اونایی که صفر داره دیگه عددش معلومه. ببین الان این 0 و 30، این 6 و 0. اوکی، به همین راحتی. خب این ارتفاع چقدره؟ 30 تا. اینجا چقدره؟ 6 تا. 30 6 5. ویا میشه 5. مثبت یا منفی؟ رو به پایینه. منفی 5. به همین راحتی ویا رو به دست آوردیم. خلاص. حالا اگه بخوایم تشریح به دست بیاریم، بریم تشریح به دست بیاریم. ویا آ. خب ایکس اینجا چنده؟ 0. تیش 6. ایکس اینجا چنده؟ 30. تیش 0. تمام. منفی 5. وی بی بچه ها. خب بریم اینجا. تو 2 ثانیه سرعت چنده؟ ایکس چنده؟ 0. منهای این منهای منفی 20 میشه مثبت 20. مخرج هم که 2. 20 دوم 10 متر بر ثانیه. اوکی بچه ها. چرا اینو منهای این کردیم؟ شاید براتون سوال پیش بیاد. یا اینجا چرا اینو منهای این کردیم؟ ببین از نقطه شروع، ببین من از اینجا شروع کردم، یا نقطه ثانویه من اینجاست. اینجا ثانویه منه. همیشه ثانویه منهای اولیه است. اینجا ثانویه است. ثانویه منهای اولیه. اوکی بچه‌ها؟ دومی منهای اولی. این سرعت ها. حالا معادله مکان. فرمولش چی بود بچه‌ها؟ معادله مکان وی تی به اضافه ایکس صفر. برای آ وی چنده؟ منفی 5 تی به اضافه ایکس صفر سی. تمام. برای بی 10 تی منهای 20. خلاص به همین راحتی. در چه لحظه‌ای دوچرخه سوارها به یکدیگر میرسن؟ گفتیم کی به هم میرسن؟ ایکس هاشون مساوی بشه. ایکس ها رو مساوی هم میذاریم. منفی 5 تی به اضافه 30 مساوی 10 تی منهای 20. خب معادله ساده است دیگه. تی به دست میاد 10/3. خب قسمت آخر میگه در لحظه‌ای که دوچرخه سوار به یکدیگر میرسن، اینجاست دیگه بچه‌ها. اینجا 10/3 میشه 3 و 3/10. در این لحظه که به هم میرسن در چه فاصله از مبدأ مکان قرار دارن؟ یعنی ایکساشو رو به دست بیار. یعنی ایکسشو به دست بیار. ببین ایکسش چنده. خلاص یعنی 10/3 رو میاریم یه بار اینجا قرار میدیم. ایکس آ به دست میاد. یه بارم میاریم اینجا قرار میدیم. ایکس بی به دست میاد. دیگه این خیلی راحته. دیگه حلش نمی‌کنیم دیگه. اوکی بچه‌ها، خسته نباشید. جلسه بعدی وارد حرکت با شتاب ثابت میشیم و فصل مباحث تئوریش تمام میشه. وارد حل سوال و تست میشیم ان شاء الله.